هتل رو نشونتون بدم و اما سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. حالا میخوام در مورد شرایطم صحبت کنم. الانی که من دارم این ویدیو رو میگیرم توی هتلم و در واقع 5 شب گذشته و این در واقع 6مین روزیه که من توی ایرلندم و هتلی که برای 6 روز و 5 شب رزرو کرده بودم تموم شده. خونه های زیادی رو دیدم و تا به الان 2 مورد مد نظرم بوده، خوب بوده، قیمتش، محلش، خود خونه، افراد داخل خونه برام جالب بوده. یکم قرار ساعت 9 برم ببینم. الانی که من دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 8:15 است و اینکه من امروز باید چک اوت کنم، این اتاق رو تحویل بدم و اتاق برای 6 روز دیگه هم رزرو کردم، ولی میخوام که اگه بتونم خونه رو بگیرم کنسل کنم اتاق رو. امیدوارم که برم و خونه رو بگیرم و دیگه هتل رو کنسل کنم، فعلا توی هتل نمونم چون هزینه‌اش واقعا زیاده و واسه ما ایرانی‌ها یکم سنگین این هزینه. خب همونطور که گفتم این آخرین روزیه که من توی این اتاقم و این اتاق رو میخوام تحویل بدم و ممکنه که برم و خونه رو بگیرم و دیگه تو هتل نمونم. به خاطر همین گفتم این هتل رو نشونتون بدم. اتاق البته هتل هم نیست، اکامودیشن دانشگاه هستش. بعد برای کنفرانس ها اینا استفاده میشه این اتاق، یعنی مهمونایی که دانشگاه داره معمولا توی این اتاق ها اسکان داده میشه. خب بریم که من اتاق رو نشونتون بدم. خب این اتاقیه که در واقع دانشگاه میده. البته بگم باید رزرو کنید و شبی 47 یورو بدون صبحانه هزینه این اتاق بود که با صبحانه 57 یورو بود. و من همونطور که گفتم الان میخوام اتاق رو تحویل بدم و برم یه خونه نگاه کنم و به احتمال زیاد اون خونه رو بگیرم و دیگه توی هتل نمونم. اینا وسایلای من هستن. حالا این یک کمدیه که میتونید وسایلاتون رو بذارید و توش چند تا حوله هست، چای ساز و چند تا قهوه و چایی اونجا هست، یه میز هست، تختی که هتل داده و شوک فرهنگی که وارد میشه وقتی شما وارد این اتاق میشید، روشوییه که توی این اتاق گذاشتن. و یه چیز عجیب دیگه این که اینها آبای سرد و گرمشون با ما متفاوته، یعنی یه شیر فقط برای آب گرمه و یه شیر برای آب سرده و اینطوریه که توی آب سرد شما دستتون یخ میزنه، توی آب گرم دستتون میسوزه و شما نمیتونید آب ولرم داشته باشید. و اما ویوی خیلی قشنگ این اتاق هستش که خیلی خوشگله، واقعا خیلی جذابه. و داستان این اتاق اینطوری بوده که این قسمت از دانشگاه که ساوت کمپس دانشگاه هستش در واقع
برای آموزش کشیش‌ها استفاده می شده قبلا و الان چون متقاضی کمه برای این کار اینجا رو حالا میدن به دانشجوهایی که تازه وارد دانشگاه میشن، میتونن اینجاها بمونن.